این ویدیو رو ببینیم، با هم ببینیم. این بچته، این ریاضیشه، این هنرشه و این فوتبالش که میشه نقاط قوتش، و حالا این زبانشه، این دوچرخه سواریش و این ارتباط با دوستاش که میشه نقاط ضعفش. مجموع این نقاط قوت و این نقطه ضعف‌ها باعث میشه که فرزند تو در آینده به درد باز کردن یه قفل توی جامعه بخوره. یک پدر و مادر ناآگاه میدونی با بچهش چی کار میکنه؟ میگه نقطه قوت بچه جاری من زبانشه، حالا که بچه من توی زبانش ضعیفه بفرستمش کلاس زبان که این نقطه ضعف تبدیل به نقطه قوته بشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ بچه تو بعد از یک مدت تبدیل به یک کلید صاف میشه که هیچ قفلی رو توی جامعه نمیتونه باز کنه. بیایید فوکوس کنیم رو نقاط قوت بچه هامون، وگرنه اینجوری یه همه کاره یه هیچ کاره تحویل جامعه میدیم. این یه تشبیه زیبا و خلاقانه است، اگرچه دقیق نیست، چرا که همه ماجرا نیست. نکته قشنگ این ویدیو اینه که نخوای بچت رو کمالگرایانه تربیت کنی و نخوای که توی همه زمینه‌ها در حد عالی باشه. مهمترین نکته این ویدیو اینه که نه بچت که نگاه به خودت رو اصلاح کنی، پستی بلندی های شخصیتت رو بتونی خوب و دقیق ببینی، نسبت به نقاط قوت شخصیتت خدا رو شکرگزار باشی و ازشون هم درست استفاده کنی، نسبت به نقاط ضعفت هم بیخیال نباشی، مخصوصا اون کشش‌های روانی ناشی از طرحواره‌های عمیق و سیاه‌چاله‌های نفست که اگه واقعا بهشون توجه نکنی یه جایی برات جفت پا میگیرن که با مغز میای زمین. حالا اگه پیج من رو دنبال کنی با این مفهوم سیاه‌چاله‌ها و طرحواره‌ها خیلی بیشتر از این آشنا میشی. دونستن این موارد خیلی کمک میکنه به خودشناسی دقیق‌تر از خودت.